وجماله إعجازه وحروفه وكماله الوحي جاء به إلى محبوبنا والكون عاد هداه عاد جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنسوا الفضل بينكم صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با برنامه دیگر از برنامه‌های پیام‌های قرآنی در خدمت شما بزرگواران قرار داریم. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره در آیه 237 در این آیه مبارکه پیام دیگری برای پیروان خود دارد و این پیام اینه که الله می فرماید ولا تنسوا الفضل بینکم. بزرگواری را، فضل و بخشش را در بین همدیگر فراموش نکنید، یعنی نسبت به همدیگر بزرگوارانه رفتار کنید. این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی پیرامون بحثی که بین زن و شوهر هست، یعنی وقتی که زن و مرد با هم ازدواج کردن و زندگی اینها با هم سر نگرفت و با هم نتوانستن زندگی کنن، از همدیگر جدا می شوند. حالا جدا شدن چگونه هست؟ بحث و پیرامون مهر زن هاست، یعنی آن مهری که گفتگو شده و صحبت شده، اگر این زن و مرد با همدیگر خلوت کرده بودن، کل مهر را باید زن از مرد تسلیم شود و اگر با هم خلوت نکرده بودن، نصف مهر را باید مرد بپردازد. حالا نکته اینجاست، پیام اینجاست، ولا تنسوا الفضل بینکم. سبحان الله، شما ببینید زن و شوهر در ابتدا با عشق و محبت زندگی را آغاز کردند. حالا اگر اینها با همدیگر نتوانستند زندگی کنند، باید وقتی جدا می شوند بزرگوارانه و باز هم احترامانه از همدیگر جدا شوند. قرآن چی زیبا می فرماید آیات دیگر: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اگر با هم زندگی هم می کنید، به نیکی زندگی کنید، از هم جدا هم می شوید، به وجه زیبا و احسنی جدا شوید. دین مبین اسلام دین است که به هر حال تلاش میکنه تا انسانها خوشبخت باشن. این پیام قرآن که میگه ولا تنسوا الفضل بینکم، بزرگواری و نیکی را در میان خود فراموش نکنید.
با همدیگر نیکی داشته باشید. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی اشاره می کند که شما با همدیگر نیکی داشته باشید، با همدیگر همکاری داشته باشید. آیات زیادی داریم. الله سبحانه و تعالی می فرماید و تعاونوا علی البر والتقوى، و تعاونوا علی البر، شما با همدیگر معاونت داشته باشید، شما با همدیگر کمک کنید، شما در کارهای نیک و شایسته معاون همدیگر باشید. در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جواب نیکی باید به نیکی داده شود، جواب احسان باید به احسان داده شود. وقتی ما در قرآن صفات اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم را میخوانیم، تلاوت میکنیم، آنها چقدر بزرگوارانه با همدیگر رفتار میکردن، چقدر محبانه با همدیگر رفتار میکردن، چقدر محبانه با همدیگر زندگی میکردن، چقدر با این پیام قرآن ولا تنسوا الفضل بینکم هیچ وقت فراموش نمی کردن زندگی بزرگوارانه را، بخشش بزرگوارانه را در بین هم دیگر. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم قرآن می فرماید والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. آیه مبارکه هست که اگر وقتی که نگاه می کنیم اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم در بین همدیگر چنان بزرگوارانه رفتار می کردن که او چیزی که خود اینا ضرورت داشتن ولو کان بهم خصاصه، او چیزی که نفس اینا ضرورت داشت، او چیزی که در زندگی ضرورت داشتن، سخت به او احتیاجی داشتن، باز هم چنان بذل و بخشش داشتن که او را به برادر مهاجر خود میبخشیدن، او را به برادر دینی خود بخشش میکردن. پس به اینه که به این آیه مبارکه که والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، ادامه آیه وقتی که میخوانیم و نگاه میکنیم اینها دوست داشتن و او چیز دوست داشتنی خود را برای برادر خود میبخشیدن. صفات اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم که چنان بخشندگی داشتن و چنان توجه داشتن که هیچ وقت نسبت به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که ما نگاه میکنیم به راستی هم که الله سبحانه و تعالی تعریف و توصیف این شخصیت ها را در تورات و در انجیل و در اینها بیان فرموده و سیماهم فی وجوههم که در قرآن بیان می شود. ذلك مثلهم فی التورات والانجیل. اینها اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم بودن و ما که میگیم ما پیرو قرآن، پیرو نبی کریم صلی الله علیه و سلم، پیرو اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم هستیم، باید که در بین همدیگر بزرگوارانه نیکی داشته باشیم. ما باید بزرگواری و نیکی را در بین همدیگر برای همیش برقرار داشته باشیم. ولا تنسوا الفضل بینکم. درست که این پیام و این آیه نسبت به مهر و نسبت به قضیه جریان ازدواج یا زن و شوهر هست، اما حکمش عامه، در تمام عرصه ها بزرگواری داشته باشیم،
نیکی داشته باشیم در بین همدیگر. صفاتی که بخل هست، صفاتی که آنها مذموم هست، صفاتی که آنها صفات رذیله و خبیثه هست، اینها را باید از بین جامعه خود دور بسازیم. صفت بخل، صفت حسادت، کینه، بغض، عداوت، دشمنی، اینها باید دور بشه. کسی که بگم من میخواهم بزرگواری و نیکیر در بین جامعه بیاورم، او انسان باید که از این صفات پاک باشه، از این صفات باید دور باشه. این است که الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه، این پیام قرآن هست، این را حفظ کنید، شعار قرآن هست، پیام قرآن هست. ولا تنسوا الفضل بینکم، بزرگواری و نیکی را در میان خیش فراموش نکنید، متوجه باشید. همانطوری که در جلسه گذشته پیرامون پیام قرآن که وقولوا للناس حسنا گفتیم، وقتی که اقوال شما نیکو باشد، این آیه میگه رفتار شما نیکو باشد، کردار شما نیکو باشد. در بین همدیگر زندگی شما باید چنان مهر و محبت و صمیمیت باشد که دنیا بدانه و بفهمه که شما در مکتب قرآن درس خواندید، پیام قرآن به شما رسیده. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم چگونه بودن؟ یک نمونه را اشاره می کنم به این که به این پیام قرآن بیشتر متوجه باشید که بزرگواری و نیکی را در میان خود داشته باشید و فراموش نکنید. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم دوکان داشت، یک صحابه دوکان داشت، در مقابلش صحابه دیگر هم یک دوکان داشت، در بازار هست. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، مشتری آمد که من فلان جنس را میخواهم، فلان شی را میخواهم. این صحابه میدانید چی گفت؟ این را میگن بذل و بخشش، این را میگن بزرگواری، این را میگن نیکی، این را میگن در حقیقت انما المؤمنون اخوه. این صحابه برای این مشتری گفت که برادر عزیزم، من این جنس را دارم، من این شی را دارم، از همین جنس، از همین شیئی که تو میخواهید، اون دوکان برادرم را که در مقابلم هست او هم داره. من از صبح متوجه شدم که چندین مرتبه من سودا داشتم، بیع و شرا داشتم، او برادرم در دوکان خود نشسته هست، کسی به دوکانش مراجعه نکرده. این جنس را تو برو از دوکان او بخر. الله اکبر. ولا تنسوا الفضل بینکم، بزرگواری و نیکی را در بین خود فراموش نکنید. ولو کان بهم خصاصه، این صفت صحابه هست. برو از اون دوکان این جنس را خریداری کن که این از صبح تا به حال کسی از او چیزی نخریده است. آیا اگر امروز مشتری دوکان ما برود به دوکان همسایه ما، وضعیت ما چی خواهد شد؟ پس عزیزان و بزرگواران، پیام های قرآن را فراموش نکنید. این پیام قرآن هست،
این پیام از جانب رب العالمین هست. من و تو که به قرآن ایمان داریم، این دستور قرآن هست: ولا تنسوا الفضل بینکم. بزرگواری و نیکی را در میان خیش فراموش نکنید. همیشه رفتار شما، کردار شما بزرگوارانه باشه. همیشه متوجه باشید که با زیر دستان خود، با همه دوستان و اطرافیان خود، با همه جامعه و با همه مسلمان ها رفتار نیکو و رفتار بزرگوارانه و رفتار شما رفتار قرآنی باشه. الله سبحانه و تعالی همه ما را توفیق بده تا با این پیام های قرآنی آشنا بشیم و اینها را سرمشق زندگی خود قرار بدیم. تا برنامه بعد، خدا حافظ و نگهدارتان. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. وجماله إعجازه وحروفه